آدمو خسته بکنی، تو خستگی میتونی باش بحث کنی. آدمو خسته بکنی. چون وقتی خسته میشی تحمل نداری واسه اینکه توضیح بدی حرف تو و هر حرفی توی ذهنت میاد و میگی. همین عذابونی عمل. آره دیگه، چون دوست داری سریع تمام بشه این بس، هی سریع تو رو حرف میزنی. از رنج کشیدن این چه لذتی می‌بری؟ انسان با رنجه که بزرگ میشه. خیلی دوست داشتم یه نفر این سوال خوبی می‌پرسید. من 80% لذت. 80% جای دیگه باید لذت خورد. 80% رنج دیگران میکشن تو 80% شو لذت میبری؟ خیلی مفهوم پیچیده‌ایه که از رنج دیگران 80% لذت ببری. من هیچ وقت نشده از رنج رو کجا میکشن معمولا؟ رنجو میکشن یا میبرن؟ نمیدونم بلندش رو نمیکنم رنج چون جا به جاش کنم هم میکشن. رنج یه چیز نیست. اون رنجی که میگی رنگو کردن رنج. اشاره به قومیت خاصی نمی‌کنه. میگم انگار اصلا قدیما رنگ بوده. یعنی ملت رنگ می‌کشیدن. تو رنگ میکشیدی، الان رنج میکشی. نقاش بود. آره نقاشی بر اون اساس. فقط نقاشا میکشن؟ نقاشا یا موقع آدم‌ها مبتدی هم میکشن. کشن؟ چی میکشن؟ هر چیزی میشه کشیدی؟ تو کشیدی چیزیو؟ من معمولا آره. چی میکشی تو؟ این بیشتر سر میکشن. سر میکشی؟ کشم کشیدم. کشو که همه کشیدن. کشم کشیدی؟ جارو چی؟ جارو کشیدی؟ نه. آره. که جمع بخوای بکنی. آره جارو بکشی جمع کنی. آره. کشیدی؟ اوکی منم فقط همین. جارو چند نبه؟ تعدادش از دستم نرفته. پس پولدار شد. نه. پول توشه؟ نه بابا. دیگه از کنم بیاریم. تو کارهای دیگه پول هست. کدوم کشا؟ کشای دیگه. کشای کش بالاخره کشای دیگه هست. کش 5 سانتی، کش 10 سانتی. کش 5 سانتی چیه؟ نمیدونم من با سایز کوچیک کار دارم. 5 سانتی چیه کشه؟ خیلی جمله فاخری بود. من دهانم را چی میگه؟ زبانم این الان اپیزود دوم ماه. آره. و واقعا من اسم میکنم بیننده ها خیلی خوش آمد میگیم بهشون که اومدن توی اپیزود دوم ما. واقعا دمشون گرم. آره جدا. کسی تا الان کسی که بیاد توی اپیزود دوم و به اینجا برسه خیلی رنج کشیدن واقعی هم. آره رنج واقعا یا خودتون عذاب ندید به نظر. داره با خودش چیز میکنه کلنجار. ما میدونیم ما با شرکت ساختمان پزشکان تراپیستان قرارداد بستیم برای هم. من اسم میکنم کسی که به این مرحله میرسه تازه شروع میکنه با خودش کلنجار میره که من چرا دارم نمیبینم. چرا به این نقطه رسیدم؟ چرا تا اینجا پلی شد؟ کلنجار میخوره بیشتر به اسم یه انگلیسی باشه مثل DNG. کلنجار. کلنجار. کلنجار میدونی؟ کل که میدونی چیه؟ نه. انجار. کل کردن و جار زدن. جدا؟ آره کلنجار. واسه کل خوبی؟ من هیچ وقت کل نمی کنم. جدا؟ بیشتر کل میکشه. آره. کل میکشم. آشم دیدیم. من گفتم. چولیدی؟ چی دی؟ کل میکشیدی. بازی کل کشیدن میشی اصلا. کل چیه؟ کل دیگه. کل رو برعکس کنی کل میشه دیگه. کل رو برعکس کنی لک میشه. نه این کلیشه. کلش که یه چیز دیگه است. این کلیگی بخوام صحبت کنیم که اصلا کلیه چگرم شد. کلیه بستگی به گروه خونیش داره. گروه خونی ها چجوری جریانش الان؟ جریان؟ خون داری تا الان؟ آره. خون ها؟ خون داری؟ چقدر دادی؟ چند بار خون دادی؟ خون من یک بار. درد داشت؟ اهدایی؟ دلی دادی یا زوری دادی؟ خون دلی گفتم برم خون بدم داوطلب رفتی مجبور شدی. آخرین باری که خون دادم با این آقا خون دادیم. دوتایی؟ آره. نه من گفتم که نه خون خواهرم اینا خون دادیم به دامادم. به دامادتون خون دادی؟ آره. خون لازم داشت؟ نه کاست ببره. کجا؟ بیمارستان. جالبه. جالب شد. جالب شد؟ جالب خیلی جالب شد. ولی من کم دادم.
تو زیاد بدی. چرا؟ نمیدونم گفت تو کم بدی. گفت کم بدی یا کم بدی؟ نه هم گفت کم بده هم کم داده. شاید بانه میگه استخونی نمیدونم باید از اون خون گروه خونی باید بدیم چی بوده؟ گروه خونی چیه؟ گروه خونی به مثبته یادتون باشه اینجا آره گروه خونی من میگم مثبت گروه خونیه پس دیدیم به گروه خونی ربطی نداره گروه خونی تو چیه؟ من مثبتم آره تو کلا مثبتی من بچه مثبتی ام آره مثبت‌تر از من فقط کیه؟ قطب مثبت باتری قطب مثبت باتری مثبت‌تر از نه نجم الدین هم اصلا مثبت‌تر آره مطمئنم مطمئنم توی ترازو بگیریم یه کوچولو میاد بالاتر عمرن یا مساویم یا من یه دهم مسقال چیه نمیدونم وزنه نمیدونم چه جوریه شبکه‌های اجتماعی داری؟ شبکه‌های اجتماعی چه جوری هم نمیدونم جریانش چیه نداری؟ نه تو داری؟ یعنی شما هیچ کدوم تو شبکه اجتماعی نداری؟ نه اینستاگرام نداری؟ اینستاگرام دارم شبکه‌های اجتماعی ندارم شبکه‌های اجتماعی توییتر داری؟ نه توییتر نداری؟ تو هم توییتر نداری؟ توییتر چی هست؟ من هم توییتر دارم هم اینستاگرام دارم یه توضیح میدی بدونم چه شاید حال کردم برم توش توییتر تو شبکه اجتماعی شبکه اجتماعی یعنی چی؟ من اینو میخوام بدونم یعنی شبکه اجتماعی یعنی کلونی از انسان ها کانال داره؟ آره کانال چنده؟ کانال داره زیاد داره کانال داره؟ بزنیم یه کانالش رو ببینیم کدوم کانال فوتبال میده؟ کانال فوتبال کدوم بود؟ یکی فوتبال خوبه فوتبال هم فوتبال خوبه اوکی شب چنده؟ اینجا تبلیغی هم می‌کنیم برای کانال فوتبال امیدوارم که دوست داشته باشن حال کنن آره معروف شد استفاده کنن بعدا میفهمی الان نمیدونه جریان چیه الان داغن حالیشون سالها بعد میفهمن که از چی داغن؟ برای چی داغن؟ حالا داغ بودی؟ داغ؟ نه جدی میگی؟ سردی همیشه؟ آره و اکثرا سرد قیافت نمیخوره اصلا گرایش هم راسته راسته؟ راست راسته ولی خب داغ نیستم زیاد گفتم بهت راست کنی ممکنه چپ چپ بشه نه تو از هیچ اصلا رو چپا ندارم نداری؟ من اصلا نمیدونم چیه راست و چپ راست مثلا اینشون راست تو راستی؟ من میانه‌گرم ملی؟ میانه‌گرای نه اینشون اکثرا من دیدم الان به میانه میگم وسط باز وسط باشی جر میخوری وسط باز من با وسط بازا بازی میکنم بازم بازبازی؟ آره. باز و چی بود اون زد؟ باز و با ترانه کبوتر با کبوتر باز با من عاشق نمیدونم جدی؟ آره ازدواج کنی دوام؟ نه اون من درست نه از کجا میدونی؟ صحبت کردم اگه یه طرف هست بدش که درگیر نکنه اتفاقا عشق همیشه یه طرفش اما شما تجربه خاصی داری؟ نه ولی من شنیدم یه طرفش خب چیزی که تو کوچه یه طرفه رو دوست داری یه کوچه که دوتا ماشین بیاد بره دوتا ماشین خب ببین تو باید بزنی تو کار 2 به 2 یعنی زردری 2 به 1 نقشه‌شو نکشیدم ولی من یادم دایره‌ای بود از زردری منظور چیه؟ منظور چیه؟ از چی بکردی؟ نه نمی‌کنی زبدر XO آخه خیابون زبدری نداریم زبدر شاپه زبدر میزنم باید چهارراه بشه میدون تویید زبدریه چهارراه دیگه چرا قرمز اصلا چی شبیه چهارراه تویید 80 تا راه داره میدون تویید چرا قرمز تو میتونی 45 درجه دور خود اونجا به چرخی بیاری هر لحظه میتونی به چرخی میتونید بچرخی حالا یه سوالی هست من جدیداً دیدم یک سری از برنامه‌ها دارن می‌پرسن گفتی 45 درجه یادش افتاده مجموع زوایای مربع چیه؟ مجموع زوایای مربع 90 180 360 دیگه آفرین جدی پشمام ریخ پس چجوری جریان چجوری 360 چی 380 380 380 نداریم اصلا
380 کی گفت؟ تو گفتی 90 90 380 گفتم 360 میدونی یعنی چی؟ 360 یه چیز دیگه است. چیه؟ برنامه فردوسی بود. آره جدا؟ 360 90 مگه نبود؟ نه دیگه از وقتی ابوطالب اومد ازش رفت. یه چی میگن این یوتیوبیا یه دور کامل؟ نه تعریف میکنن از دیارود یه چیچی میگن یه شات به برنامه فلان. آره ریسپکت نمیدونم از یه یوتیوب میدونم. نه ریسپکت نه یه چیچی شات میگن. هر کی میگه دروغ میگه. هر کی میگه دروغ میگه. الان ما یه شات بدیم به برنامه آقای فردوسی پور. اون شات رو بده به آقای فردوسی پور. یه جور دعوت میکنیم چون اسمش اومد واسه اینکه خود از خوش دفاع بکنه. صبر